هنگامی که قرآن میخوانی ما بین تو و آنهایی که آخرت را باور ندارند پرده‌ای ضخیم میکشیم. بر دلهایشان پرده میکشیم تا حقیقت آن را درک نکنند و گوشهایشان را چنان سنگین میکنیم تا هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد میکنی به تو پشت کنند و از تو دور شوند. ما خوب میدانیم که آنها به چه نیت آیاتی را که تو میخوانی گوش میدهند و یا در نجوایشان با یکدیگر چه میگویند. آن ظالمان میگویند شما یک مرد جادو شده را پیروی میکنید. ببین چگونه برای تو ضرب المثل درست میکنند. بدون تردید آنها گمراه شدند و راه به جایی نخواهند